ساکین پایتخت علیشیر عبدالرحمنوف در عکسی از محصولات شدرایلت تکنیکای معیشی بر نمود و مانند صدهای اشتراکچی دیگر علیشیر بسته اقدامی شدرایلت را خریداری نموده بعد از استفاده محصولات چند رمز را توسط پیامک به رقم 3142 روان کرد و یکی از این رمزها برناک برآمد. بسیار شاد هستم که امروز سزاواری پریز یعنی از شرکت شدرایلت گشتم. ما همیشه از محصولات شدرایلت استفاده میکنیم و باور دارم که باز در پریز اساسی یعنی اتومبیل غالب می‌بینیم. در هفته چهارم اکسیه 3 نفر دیگر باز یک ساکن شهر دوشنبه و 2 نفر دیگر از شهر باختر و ناحیه کوشانیان ولایت ختلان غالب آمده صاحب تحفه گردیدند. ایوب جان ملیبایف نیز غالب دیگر این اقدام است که چند کشک را بر نمود. او میگوید که برای طعم خوب و صفت اعلایش اکثریت از جمله او همراه عائله‌اش محصولات شدرایلت را دوست می‌دارند. خوردنی هایی که زوجه ایوب جان با محصولات شدرایلت آماده می‌کند بسا با لذت و خوش‌طعم هستند. ما با شدرایلت 3 رمز روی کردیم. از 3 رمز یک رمزمون تحفه برآمد. خوشبختانه ما از یک رمزش چند کشک بر کردیم. خاطررسان میشیم که عکس محصولات شدرایلت جمعیت سهامی گشوده ژیروای کمبینات شهری یکاترینبورگ روسیه در تاجیکستان تا 30 دکبر ادامه میکند. برای اشتراک در این اکسیه بسته اقدامی شدرایلت را خریداری نماید. بعد از استفاده محصولات رمز را در سامانه شدرایلت نقطه تیجی و یا توسط پیامک با رقم 3142 ثبت کنید. بسته را با خود نگاه دارید و انتظار قرعه کشی تحفه گردید.